قسمت دوم برنامه چهارم در رابطه با ایماژینری گفتیم که دو نوع وجود داره. ایماژینری به طور کل یکی از نوع تکرار کننده، فرد طبق عادات خودش زندگی میکنه، و دیگری از طریق آفرینش نو، تغییر در خود و تغییر در محیط خود. یک سوال ممکنه برای شما پیش بیاد که شناخت ایماژینری در مورد انتقاد کردن و فکر کردن و دوست داشتن، چرای این صحبت ها چه نتیجه‌ای شما از اون خواهید گرفت؟ چه نتیجه‌ای داره؟ نقطه نهایی راه ما ساختن هویت فردی هست که ورود به زندگی، تاریخ و اجتماع همزمان است در هر فردی. علوم تربیتی، سیستم تربیتی، هدف اونها پرورش هویت فرد هست و همانطور که هدف هر سیستم تربیتی آموزشی پرورش قوه انتقادی هر فرد می باشه. در اینجا مسئله اساسی که پیش میاد آموختن زمان هست، یعنی در زمان زندگی کردن، نه زمان به عنوان ساعتی که به این صورت میشه که مکانی رو پر بکنین در چندین ساعت، مثلا 7 ساعت سر کار هستین، 6 ساعت خونه هستین، 1 ساعت استراحت میکنین و غیره. زندگی در زمان اساس اون رشد کردن هست که با واژه ماتوراسیون در فرانسه بیان میشه. ماتوراسیون یکی از کنسپت های ژاک اردوانو هست که دکترای ما رو ساخته. ماتوراسیون چون در آخرش TION هست که میشه سیون، یک کنسپتی هست، کنسپت دینامیکی هست و یک وضعیت استاتیک نیست. ماتوراسیون یک پروسس هست و تا لحظه مرگ ادامه داره و با کنسپت ماتوریته که کلمه‌ای که در فرانسه با ت ای تمام میشن، اینها واژه ها و کنسپت های استاتیکی هستند، یعنی که فرد در یک وضع متوقف شده و وضعیت وی به پایان رسیده، هیچ دگرگونی در اون انجام نمیشه. تفاوت این دو بینش در مورد زمان در علم تاثیرات خودش رو داشته. دو نوع دانش و متد تحقیق به وجود اومده. یکی از این متدها این بوده که آیا میشه از خود سوال که آیا موضوع تحقیق در علوم انسانی یک شیء است و متدهای تحقیق بر این پایه آفریده و انجام میشوند. بینش از زمان در این نوع دید علم معنی ساعتی داره و با متدهای مکانیک قابل تجزیه هستش. موضوع تحقیق به اجزای خودش و اون اجزا رو دوباره میچسبونین به هم و همون موضوع تحقیق خودتون رو دست نخورده به دست میارید بدون هیچ تغییری. و ریاضیات از این نوع علوم هست و متد اونها تشریحی است. نوع دوم، نوع بینش در مورد انسان و زمان و متدهای تحقیقی علم این هستش که سوال میشه آیا موضوع تحقیق یک انسان هست که دارای هوش و حیله و نفی کردن هست که گفتیم پایه انتقاده. تئوری های کلینیک بر پایه تاریخ، آنتروپولوژی و دیگر علوم از این نوع هستند و متدهای اونها فهمیدنی و درک کردنی، چون انسان رو بیولوژیک میدانن، یعنی انسان مرگ وجود داره، یک لحظه خواهد رسید. در ساختار علوم تربیتی علوم‌های مختلفی در رابطه با هم قرار گرفتن، در صورتی که در قبل هر علمی با حسادت مرزهای خودش رو با علم دیگری نگه می داشت. در ساخت هویت انسان هم به همین صورت همین اصل وجود داره، اصل آمیختن که پیچیدگی یا کمپلکسیته انسان رو به وجود میاره. واقعیت و درک انسان هم و درک جامعه هم دارای این خصوصیت هست که کمپلکسیته هست، پیچیدگی. هویت فرد خالص نیست و آمیخته است. یک واژه که به نظر من کامل نیست نسبت به کنسپت فرانسوی برای بیان این جمله های آخری که گفتم، کلتورال کراس هست، در صورتی که به فرانسه میشه متیساژ کلتورل. متیساژ کلتورل
که یکی از کنسپت های ژاک اردوانو هست که دکترای ما رو ساخته. جامعه شناسی، فلسفه، بیولوژی، آنتروپولوژی و دیگر علوم ساختار علوم تربیتی هستند و هدف مشترک همه علوم همراهی کردن فرد برای دسترسی به راه‌های خودمختار شدن هستش که ترجمه من هست از کنسپت فروید که اتوریزاسیون هست. می‌بینید که اتوریزاسیون آخر این کنسپسیون هست، پس یک پروسس هست. خودمختار شدن یک پروسس هست. معنی اتوریزاسیون چه هست؟ اینکه هر فرد توان معنی دادن به زندگی، به اعمال خودش و به عملهای خودش رو داشته باشه. از این طریق هستش که همزمان وارد زندگی، تاریخ و اجتماع و رابطه با جهان میشه، یعنی شهروند جهانی میشه. شناخت و قبول غیریت همزمان فرد رو میسازه. غیریت یعنی که دیگری قادره که عمل من در روی خود رو خنثی بکنه، چون شی نیست دیگری. به این طریق من به حدودهای خودم پی میبرم و به قادر مطلق نبودن خودم. ژاک اردوانو اقرار میکنه که در ناک هستش پی بردن به قادر مطلق نبودن خود و با درد هست که فرد این وضع رو قبول میکنه یا این شرط رو و همزمان تغییر در این فرد به وجود میاد. به نظر من این بسکول کردن در یک موقعیت دینامیک دیگر موجب ورود فرد به زندگی در زمان میشه. زمان به عنوان طول کشیدن و تغییر کردن. دنباله برنامه 4 در ویدیو بعدی ضبط خواهد شد.